بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد روز 12 ایول سال 2023 در موافقه با پرزیدنت این نفران به منصب‌های نو تعیین شدند. یکم، پدپلکوونیک و آبزاده بهادر از وظیفه سردار ریاست اکولوژی و سیاحی آزاد کرده شده به جای گنرال سیدزاده محمد سعید سردار ریاست کارهای داخلی منطقه و نویه رشت تعیین شد. دوم، گنرال سیدزاده محمد سعید باران از رشت برابری واحد مخصوص آمد. سیوم، گنرال عبدالله زاده سمریدین از وظیفه سردار واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی عاید به تامین بخطری جمعیتی در سمت‌های حرکت سرور دولت و میمانان اولی قدر آزاد و سردار ریاست اکولوژی و سیاحی تعیین گردید. چهارم، بختیار ویس زاده از مقام سردار شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه آزاد و معاون اول سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی جمهوری تعیین شد. پنجم، حفیظزاده زبیدالله برعکس از مقام معاون اول به سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی جمهوری به کرسی سردار شعبه بدیهه شهر دوشنبه گذشت. ششم، پلکوونیک قربانزاده سوراب امیرعلی از وظیفه سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی جمهوری تاجیکستان آزاد گردیده معاون سردار ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد تعیین شد. هفتم، گنرال رستم میرزا مرادزاده از مقام معاون اول سردار واحد مخصوص آزاد و سردار ریاست بدیهه جمهوری تعیین شد. این تغییرات قبلی در پی چندین حادثه پر سر و صدای آدمربایی است. پرزیدنت امامعلی رحمان از کادرهای نفتین طلب کرده است که مبارزه را با استفاده رقم‌های قلبکی پرزور کنند. امامعلی رحمان به این دلیل خواستار از اتستاسیون گذراندن تمام کارمندان بدیهه و تازه کردن صف این ساختار شد. بازرسی دولتی اتومبیلی یکی از نهادهای اعظم فساد زده در تاجیکستان به شمار می رود.